مگه تو جورجیا ملانی کی همون نخست وزیر ایتالیا؟ والا اکانت چیز داشتی، فالوورم بودی، چیز بودی، یه چیزی. بچه ها من به این نتیجه رسیدم تو هر کاری توی زندگیت بکن یکی پیدا میشه بیاد شکر اضافی بخوره. خب مثلا من یه مثال براتون بزنم. یه بار یه بابا و پسر با یه پدر و پسر با یه خر میان از یه شهری دارن رد میشن. بعد مردم اون زمان قدیم بوده، مثلا مردم میگفتن که این دوتا نگاه کن چقدر بیعقلن، یه پدر و پسرن، 2 نفرن، یه دونه خر دارن، نمیان سوار این خر بشن، یکیشون سوار خر بشه. میرن شهر بعدی، میگن شهر قبلی که گفتن این 2 نفر اینجوریان اونجوریان، بابا پسر به باباش میگه بیا تو بشین سوار خر شو، از اینجا رد بشیم از این شهر، ببینیم این مردم چی میگن. این یکی مردم چی میگن؟ میگن وای چه پدر ظالمی، نگاه خودش سوار خر شده، پسر بدبختشو گذاشته داره پیاده راه میره، خودش سوار خر شده، راحت دارن میرن. میگه ای بابا. میرسن به یه شهر دیگه، پدر پیاده میشه، پسر سوار خر میشه. باز رد میشن، بعد میگن چه پسر بی تربیتی، پدر پیر و ناتوانشو ول کرده، خودش سوار خر شده، پدرش داره پیاده راه میره. میگه ما از دست این مردم چیکار کنیم؟ میرسن شهر بعدی، میان هر دوتاشون سوار خر میشن و مردم میگن اینا چقدر آدمای ظالمی هن، 2 نفری سوار یه خر بدبخت شدن. پس در دهن مردمو نمیتونی بگیری کس شهر. everyone welcome. دوستایی که جدید اومدی ممنون میشم فالو کنین. دوستتون دارم. love you all. بابا چقدر با هم خودمانی شدیم. از نو شروع کن. من فکرم جای دیگه بود دیگه. عزیزم 400 نفر اینجا بیکار ننشستن که من دوباره همونا رو توضیح بدم. خیلی آموزنده بود. ای خدای من، ای خدا چی کار کنم. مرسی only PGR. thank you. بچه دبل تاب. لایو رو لایک کنی. میشه تتو ببینم عزیزم؟ عکس و فیلماش توی پروفایلم هست، میتونی بری ببینی. وای بچه اینجا پر مغازه های تتوه، میشینن دم خیابون تتو میزنن. آدم و مثل چی وسوسه میکنه که بره یه تتو بزنه. نه فقط چشامو میبندم، میگم وسوسه نشم برم باز دوباره برینم تو سر و بدنم. خیلی پشیمونم از تتویی که دادم. بیدل نوشته کست ماهی میده. کس من مگه پرورش ماهیه که ماهی میده؟ کس من مگه رودخونه است؟ انقدر بدبخته میدونم الان میخواد چی بنویسه. میخواد بنویسه کست بو ماهی میده. خاکتون سرت بدبخت کس مغز.